خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 31 ایول سال 2023 خبر داد که پرزیدنت امومالی رحمان روز 31 ایول به پرزیدنت امارات متحده عرب شیخ محمد ابن زاید آل نهیان به سبب مرگ برادرش برخی تسلیت ارسال کرده است. این اولین خبر رسمی درباره پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان است که چند روز اخیر از محضر عام غیب زده است و این سر و صداهای مختلف و نگرانی ها را در بین مردم به بار آورده است. اما خدمات مطبوعات پرزیدنت ذکر نکرده است که امومالی رحمان این برقه را از کجا ارسال کرد، از دوشنبه یا یگان مکان دیگر. روز 31 ایول در خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان همچنین به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر دادند که امومالی رحمان به نزدیکی با ورزشگران برنده مسابقات معتبر بین المللی ملاقات میکند. قرار است این ملاقات پرزیدنت با ورزشگران نامی کشور روز 2 آگوست در روز عید ورزشگران برگزار شود. پایگاه خبری بامداد قبلا خبر داد که پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان بعد بازگشتش از سفر عربستان سعودی که او در جریان این سفر در نشست نخستین سران کشورهای خلیج فارس و آسیای مرکزی شرکت ورزیده بار پنجم حج عمره کرد و از محضر عام غیب شده است. آخرین عکس نشر شده امومالی رحمان نیز روز 21 ایول از جریان ملاقاتش با سروزیر ازبکستان است و آخرین ویدیوی او از جریان حج عمرهش در مکه. روز 28 ایول باشد جلسه جنبسته ماهانه حکومت تاجیکستان برگزار شد. بار اول در چندین سال آخر این جلسه را نه امومالی رحمان بلکه سروزیر قاهر رسولزاده پیش برد. خبر جلسه را نیز خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد. در عکس‌هایی که خاور نشر کرد دیده می شود که در جلسه حکومت نه امومالی رحمان حضور داشت، نه فرزندانش رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت آزاده رحمان و رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امومالی. با این حال مخالفین حکومت با تکیه به منابع خود خبر می‌دهند که امومالی رحمان به سبب بد شدن وضع سلامتیش بعد سفر سعودی به خاطر تشخیص و طبابت خود به اروپا رفته است و یا در شویتزاریا و یا در آلمان تحت طبابت قرار دارد.